حالا من بفهمیدم این رضا پهلوی چی میفهمه از اکسیتوسین، میرحسین موسوی از اکسیتوسین چی میفهمه، آقای خاتمی از اکسیتوسین چی میفهمه، آقا یا خانومه چی میفهمه، خامنه‌ای چی میفهمه. بز گذاشتی حکومت کنه 500 سال 600 سال، بعد نره میگی چرا شیر نمیده، شیر نمیده، بز نره آجی اشتباه گرفتی، کلا اصلا اشتباه گرفتی، شیر به تو نمیده. چرا این بزا رو انتخاب کردی؟ چون خوب تو باغ وحش نگشتی. آریستوکراسی یعنی حکومت دانایان، یعنی همه چیز دانشه، یعنی خانه از پای وسط ایران فقط اون میتونه درست کنه، فقط آریستوکراسی، هیچ کس دیگه نمیتونه. و ما شروع کردیم در برنامه‌های گذشته توضیح دادن تا بفهمیم که اصلا آریستوکراسی چیه، چرا حکومت روح رو ما می‌خوایم بر ایران حکومت کنه، نه دموکراسی، نه سکولاریسم، نه دهن، نه گوشت، نه دست. این دست خیلی خوبه، دست خیلی خوبه، یه دست صدا نداره، چه برسه که بخواد یه کاری بکنه. جراحی دیگه نمیتونه کنه با یه دست، خیلی سخته. حالا چرا مثل چشم نداره، کوکم نداره. اپوزیسیون‌ها همشون همینجوریه. اپوزیسیون‌ها زائیده تفکرات یک جامعه و جامعه دارای یک روحه. برای همین سکولاریسم یک جامعه بعد از تمرین‌های بسیار زیاد میتواند زیر مجموعه امپراتوری تصوف رشد کنه. یعنی کشور ایران یک مردمی الان داره که اگر 500 سال پیش می‌خواستیم این کارو انجام بدیم نمیشد، 500 سال بعدم نمیشه. برای همین مسخره ترین جمله اینه که ملت ایران هنوز لیاقت سکولاریسم نداره. این خر خودتی بابا، پدر سوخته. خر باباته. یعنی می‌خواد بگی که الان هنوز ملت نمیفهمن و میتونیم بدزدیم. اصلا سکولاریسم که شما میگید که بازوی از تصوف و امپراتوری تصوف، یعنی که همون زمان فهم مردم سکولاری تولید میکنه که اثر انگشت اون زمان مردمه. دقیقاً مثل اونه که بگیم که ببخشید دیگه داره پول چیزا رو جمع کنیم، داغ‌ها رو، چون دیگه اثر انگشت ها تموم شده، یا مردم ما هنوز نمیتونن اثر انگشت بزنن. اثر انگشت حسینی اثر انگشته، اثر انگشت تو هم اثر انگشته. این 80 میلیون اثر انگشتشون داره برآیند نیروی، برآیندها رو که تنظیم میکنه یک نیرو میزنه بیرون، اونش میگن سکولار، بازوی تصوف.